روزی 11 سپتامبر در دوشنبه حمله‌گری جوان با کارت رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده را مجروح کرد. وزارت کارهای داخلی با نشین خبر گفت که حمله‌گر بعد نماز در مسجد حاجی یعقوب واقع در مرکز شهر دوشنبه به مفتی حمله کرده است. مقامات دیگر جزئیات در این باره ندادند، ولی حادثه کم نظیری حمله به رهبر روحانیان تاجیکستان را همکارم مولا رجب یوسفی پیگیری کرد و حالا او با ما در استودیو است. مولا رجب سلام، آیا درباره این حادثه باز چی جزئیات به دست آمده است؟ سلام خیرامان، درود بر شما بینندگان عزیز. جستجوی رادیویی آزادی نشان داد که حمله به مفتی بگاه 11 سپتامبر بعد ادای نماز عصر رخ داده است. به گفته یک شاهد عینی، بعد نماز بعضی نمازگزاران در صحن مسجد مرکزی عادتاً با سید مکرم عبدالقادرزاده سلام داده احوالپرسی میکنند. همصحبت ما گفت که مفتی طبق عادت دائمیش بعد ادای نماز با نمازگزاران سلام میکرد که جوان با کارت به او حمله نمود. این منبع گفت کارت به پیشانی سید مکرم عبدالقادرزاده برخورد و پیشانیش را زخمی کرد. طبق اطلاع دریافتی ما، نمازگزاران همان زمان فرد حمله را بازداشت کردند. شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی که در نزدیکی مسجد مرکزی دوشنبه جایگیر است و کارمندان میلیسا هم در فرصت کوتاه به جای حادثه رسیدند. کارمندان میلیسا و اختیاریان یا ولنتیاران هم شب 11 سپتامبر در مسجد مرکزی بودند. منبع آگاه از قضیه به ما همچنین گفت که مفتی را به بیمارخانه بردند و چون زخمش وزنی نبود او را به خانه جواب دادند. مقامات به جز خبری بازداشت درباره این نفر، یعنی درباره فرد حمله‌ور، چیزی نمیگویند. اما طبق اطلاعی که ما به دست آوردیم، نفری که به سید مکرم عبدالقادرزاده حمله کرده است جوان است و ساکن یکی از ناحیه‌های اطراف دوشنبه می باشد. مولا رجب، انگیزه حمله بر رئیس شورای علما چی بوده است یا چی بوده میتوند؟ آیا مقامات در این باره جزئیات دادند تا حال؟ ولی دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی بگاه 11 سپتامبر تقریبا 2 ساعت بعد از حادثه با نشر خبری رسمی گفت که حمله‌ور از حسیات اوباشی با اسباب خلنده برنده مفتی را زخمی کرده است. امروز مسئولین شعبه کار داخلی به ما گفتند که مفتی را از تشخیص طبی و دادگاهی گذراندند و از روی نتیجه های تشخیص معلوم می شود که بجز اتهام اوباشی آیا با دیگر اتهام‌ها هم پرونده باز شود در رابطه با این حادثه یا نه. طبق اطلاع دریافتی رادیویی آزادی، مقامات بجز اتهام اوباشی دیگر احتمال ها را هم تفتیش دارند. خودی مفتی امروز برای حالپرسی دسترس نبود، ولی دیروز بعد حمله بر رادیویی آزادی با آواز خسته گفت جای نگرانی نیست، سلامتی هم خوب است. باید گفت که سید مکرم عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی و مفتی تاجیکستان است. شورای علما نهادی یگانه صادرکننده فتوا در تاجیکستان می باشد. در دوام کارش عبدالقادرزاده بارها از منبر مسجد و در صحبت‌هایش علیه گروه‌های افراطی سخن کرده است. در سالهای گذشته در برابر پشتیبانی بسیاری‌ها، عبدالقادرزاده بارها توسط اینترنت مورد حمله‌های لفظی و تهدید هم قرار گرفته بود. اما فعلا گفتن مشکل است که حمله‌ور دقیقاً با کدام انگیزه مفتی را هدف قرار داد. بله، تشکر مولا رجب یوسفی. با جزئیات بیشتری حمله به مفتی تاجیکستان بود.